شد. ببینیم حکمت پروردگار چیست. برادران عزیز، امروز تمام مردم ما در روسیه است. روسیه ده میدانیم بعد از چند مهلت باید گرانیت بگذاری با حجت یا با کار از نو کنی. ان همین دو نفر امروز گرانیت سی دنیای آخرت در روانند. قبر گرانیت سی دنیای آخرت. ای برادر عزیز، پیامبر مهربان از روی لطف و کرم ما و شما را سوالات گرانیت سر، دکومنت گرانیت سر گفتگی های بنده های خدا. زمان گرانیت سر میروی حجت میگیری، تیار میشی، حتما حجت و دلیل تا بگیر. سه سوال ای جوابشان پیامبر گفت. گرانیت سر دنیای آخرت پرسیده میشوی من ربک و ما دینک و من نبیک. آماده شو برای آن روز. در گرانیت سر روی حجت پیشنهاد کنی، انشاءالله زمانی که گذشتی حجت داری او طرف آزاده در رحمت پروردگار می روی. برای همین خاطر با جمع شما ما آمدیم، این نماز جنازه می خوانیم تا من وارثاشان چی بگیرند؟ قلبشان آرامی بگیرد که همه روان است، نه این دو نفر. همین است دنیا، آخر این زندگانی مردن است. هیچ کس در دنیا باقی نمیماند، اما آبروی پیش مولا بردن است. در مسافرت مردن شهادت ای، در آتش مردن شهادت ای. پیامبر علیه السلام گفت 6 نمود شهادت گفت. یکیش حریق است، یکیش غریق است. حریقش نبادا در یگان حالتی سوختار دوچار شدن ای. انشالله از خداوند امید داریم همون سوالاتی که گرانیت دنیای آخرت میگذارند الله ذوالجلال در زبانشان جاری بگرداند. به خاطر مسافرتشان، به خاطر شهادتشان خداوند برای وارثاشان هم صبر جمیل نصیب بفرماید. الان فرصتی آن رسید بالای هر مسلمان دو حق است برادران عزیز. یکیش